ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 12-ро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамқулов бишнавед. این گونه شوق و ذوق سید مراد خواجه و اشعاری صایب بر این چندین سرآمدان ادبیات فارس تاجیک که در بین آنها البته حافظ، بیدل، سعدی، کمال خوجندی، فردوسی و دیگران بودند، نمی توانست به پسرش صدرالدین هم تأثیر نرساند. بی سبب نیست که بعد از آن که بعدها عینی با غزلهای چنین شاعران پررشناس می گردد، خودی او به آنها هم مخمس می بندد و هم در رویه و اصول آنها غزل می آفرد. از جانب دیگر در نتیجه همین گونه مکالمه و صحبتهای سید مراد خواجه با پسرش در عقل و شعور و دل صدرالدین نورس فکر و اندیشه حتما خواندن و مطالعه و حفظ کردن شعرهای سرآمدان نظم فارس تاجیک و ایجاد شعر پیدا می گردد و سر می زند. از جانب سوم خودی پدرش سید مراد خواجه و پسرش نقل می کرده است که در سالهای در مدرسه تحصیل کردنش به شعر نویسی شوق و ذوق و هوس پیدا نموده گاه گاه شعر می آفریده است، ولی قشاقی سبیل مانده به او امکان نداده است که هم مدرسه را ختم کند و هم به کار ایجادی به شعر نویسی شغل ورزد. صدرالدین در مسئله شبهش درباره ولی و صاحب کرامات بودن و یا نبودن شاعر هم از پدرش جوابی صحیح و روشن و واضح می گیرد. او تأکیداً به این شبهه صدرالدین کودک جواب می گرداند که برای شاعر شدن ولی بودن شرط نیست. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 111. بلکه برای شاعر شدن پیش از همه عقل و خرد، شعور و تفکر و مخصوصاً دانش و معرفت ادبی و بدیعی بلند داشتن شرط و ضرور است. برای به این مقصد رسیدن او به پسرش توصیه می دهد که به هر دشواری تاب آورد، بسیار خواند و مطالعه کند، صاحب معلومات و با معرفت، دانشمند و خردمند شود. بنابراین او با افسوسی به اندازه حیات مشکلی خود را به خاطر آورده، با اصرار و با مهری به اندازه به پسرش چنین توصیه می دهد: من هم مدرسه را اگر تمام می کردم عجب نبود که یگان چیز می شدم. افسوس که همین قشاقی سبیل مانده به من امکان نداد. تو خوان، با هر گونه دشواری باشد هم خوان. امیدوارم که یگان چیز شوی. ما خود نرسیدیم، تو شاید برسی. پدرم از یک غزل دیگری عیسی این بیت را: تا بکی از بیکاری با فسردگی مردن، نسخه به کف داری جمع ساز و اجزا کن، خوانده شرح داده و علاوه نمود. دیدی که این آدم چقدر داناست، بیکاری را برابری مردن می شمارد. هرچی باشد یگان کار کن می گوید. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 110. چنان که از این سطرها معلوم می گردد، سید مراد خواجه بی ایست به پسرش تلقین می کند که از بیکاری حذر کند
به یگان کاری فایده بخش شغل ورزد و برای تصدیق و تقویت و اساسناک و پرقوت نمودن چنین فکر و اندیشه خود از اشعار شاعران دوست داشته‌اش بیت‌های جداگانه می آرد و با همین راه پسرش را در روحی کار و مهنت دوستی و علم و معرفت پروری و ادبیات و صنعت دوستی تربیه می کند. مخصوصاً سید مراد خواجه و پسرش صدرالدین تیز از اشعاری بابا صاحب مهربانش بیت و غزلی را خوانده در اساس معنی و مضمونی آنها از یک طرف او را موافق ایدئال های پیشقدم و بلند انسانی تربیه می نماید و از طرف دیگر آهنگ و سخنان با نظام آن بیت و غزل ها به مغز عقل و شعور و دل حساس پسری شعر دوستش چقدر جای می گیرد و ریشه می دواند. چنانچه عینی پس از جمله های فوق پدرش که در بالا آورده شده اند، باز آن سخنان پدرش را در اساس مطالعه بیت های جداگانه صاحب به خاطر می آورد که بیکاری برای هر کس برابر مردن است. عینی نورس بعد از شنیدن آن بیت ها به خلاصه می آید که به یگان کار مشغول شدن هر کس لازم و ضرور است. هر فرد تمام دقت و قوه اش را نه به توکل و بیکاری جلب نماید، بلکه یکی از طلبات اساسی زندگیش را در زحمت و کار و مهنت شمارد. سید مراد خواجه پس از خواندن این گونه بیت ها دقت پسرش را به درک و فهمیدن مضمون و معنی و ماهیت آنها جلب می نماید. عینی بعدها آن لحظه ها را این طور به خاطر می آورد. بعد از آن پدرم از تاقچه خانه 2-3 ورق کاغذی پریشان را کشیده گرفته آنها را تک و روی کرده بیت زیرین را یافته خواند: به دوش توکل منه باری خود را، ولی نعمتی خویش دان کاری خود را. می بینی که آدمان کلان چگونه به یکدیگر هم فکرند. بابا صاحب که 250 سال پیش از زمان ما گذشته است و عیسی که آدمی زمانی ماست به یک مضمون گپ می زنند و مردم را از توکل و از بیکاری به طرف کار می کشند. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 110. سید مراد خواجه صدرالدین را به مثل دیگر پسرانش در روح علم و معرفت و مهنت دوستی به توکل و بیکاری نفرت خواندن تربیه می نمود. آنها را به خاکساری و شکست نفسی دعوت می کرد. از بیکاری دوری گزیدن آنها را آرزومند بود و از قدم‌های نخستین زندگیشان نهایت مهم بودن خصلت‌های ایجابی بالا را در مسئله در این گونه روح تربیه کردن آنها ضرور می شمارید. خود عینی تأثیر عمیق و ماهیت یکی از چنین صحبت‌های پدرش را با خودش که در بالا در هنگام دیدن عیسی مخدوم بخارایی به وقوع پیوسته بود با جمله‌های ذیل جمع بست کرده است که آن سخنان تمام عمر در خاطرش نقش بسته بودند. این صحبت برای حیات و فکر من تأثیری بزرگ کرد، چنان که سله‌های کلان عالم تراشان را بدمیدیدگی شدم، این چنین از بیکاری هم نفرت میکردگی گردیدم. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 110. همین طور چنین سخنانی پدری عاقل و با معرفت در مسئله بد دیدن و نفرت خواندن و صاحبان سله‌های کلان عالم تراش و آدمان بیکار خوجه
تنبل و لندهور به عینی مدد رسانیدند که خود او سله کلان نبندد و عمرش را به بیکار و باری و عاجزی و ناتوانی بیهوده نگذراند. بعدها عینی همین گونه قیمت و تأثیر بزرگ داشتنی قسمی از آن فکر و عقیده های پدرش را و به واسطه آنها عقیده های شخصی خودش را در بعضی اثرهای بدیعیش، اینچنین در تهذیب و سیبیان، خالده یا که قزبانه، 5/4 کتابی درسی مشترک، کتابهای درسی رحیم هاشم و غیرها بیان کرده است. تخمین کردن ممکن است که در هنگام شناساییش با نخستین غزلهای حافظ در مکتب دخترکانه بی خلیفه، میل شعر دوستی و شعر پرستی عینی کم و بیش پیدا گردیده و تشکل یافته ایستاده بوده است. ولی وقتی که در آخر سال تحصیل 1886 داماللای اکش، شاعر اصیل زنده، شخصی صاحب معرفت و دانشمند، ملا نیاز محمد عیسی مخدوم بخارایی را می بیند و بعدتر از زبان پدرش توصیف چه اشعار او و چه صایب بیدل خواجه حافظ را می شنود، وقتی می فهمد که برای شاعر شدن ولی و صاحب کرامات، فوق العاده و معجزه کار بودنی هیچ یک فرد شرط و ضرور و لازم نیست، عینی به شعر و شاعری نه تنها شوق و رغبتی خاصه پیدا می کند، بلکه در عقل و شعور و دل خود به آفرینش شعر میل هم پیدا می کند. مخصوصاً شوق و هوس و ذوق و میل عینی راجع به شاعر شدنش پس از شنیدن جواب حقانی و راست و درستی پدرش به سؤال خود، مگر برای شاعر شدن ولی بودن شرط نیست؟ البته شرط نیست را می شنود. رفته رفته تدریجاً میل او به شعر و شاعری می افزاید و در آینده آن میل عملی می گردد. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 111. محض بعد از همین گونه جواب سید مراد خواجه به پسرش معلوم می گردد که در زمان ما هم شاعر شدن ممکن بوده است. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 110. گذشته از آن در هنگام این گونه صحبت و ملاقات ها و مبادله افکار، صدرالدین را معلوم می گردد که خودی سید مراد خواجه هم در زمان خود در بعضی لحظه های ضروری شعر هم مشق می کرده است. چون این خبرهای باوری بخش میل و ذوق و هوس صدرالدین را به شعر مشق کنی و شعر نویسی زیادتر می گردانند. خود سید مراد خواجه در یکی از صحبتهایش به پسرش صدرالدین نقل را درباره ایجاد تاریخ ترمیم ایوان مسجد ساکتری که خودش در سال 1330 هجری 1886 میلادی نوشته است به طور ذیل بیان کرده است. من هم در تاریخ ایوان مسجدمان که همین سال 1886 میلادی استا امکت هدایت خواجه ساخت یک تاریخ شعری گفته پارچه زیرین را خواند. هدایت خواجه آن استادی ماهیر که باشد در هنرمندی یگانه، به سال مرغ این ایوان بنا کرد، بده بر مرغ او تو آب و دانه. و ایضاح داد مرغ در حساب ابجد 1240 می براید،
اگر به وی آب و دانکی 63 می باشد داده شود، 1303 1886 میلادی می براید که تاریخ هجری همین سال است. من که حساب ابجد را می دانستم، حساب کرده دیدم حقیقتاً 1303 برآمد. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 111. همین گونه ملاقات و صحبت‌ها و مواد و دلیل‌های قاطع باوری عینی را به شعرنویسی و شعرآفری و به کسب و هنر شاعری خیلی می افزایاند. او در حقیقت می بیند که قاضی عبدالواحد صدر سریر، عیسی مختوم بخارایی و مخصوصاً پدرش آدمان عادی و حتی کمبغل می باشند و در آنها هیچ گونه علامت و نشانه های فوق البشری و صاحب کراماتی و ولیگی به نظر نمی رسد. برعکس عینی خرسند می شود که پدر سید مراد خواجه شعر هم می گفته است و به این واسطه در دلش شبهه نمی ماند که پدرش هیچ گونه نشانه و علامتی ولیگی و صاحب کراماتی ندارد و خود او هم امکان شعر نویسی هم دارد. چنانکه عینی تأکید می کند پدرش هیچگاه مخصوص مشق شعر نکرده است و هیچگاه خودش را شاعر نحسابیده است و می گفته است که آدم با 1-2 بیت گفتن شاعر نمی شود. همانجا صفحه 111. وقتی که صدرالدین نورس می خواهد شعرهای دیگری پدرش را هم شنود و التماس می کند که بیتهای دیگری شعرهایش را خواند، پدرش به او چنین جواب می دهد: من شاعر نیستم. آدم با 1 بیت 2 بیت گفتن شاعر نمی شود. هر کسی که اندکی شعور دارد می تواند 1-2 بیت گوید. در اصل ریشه کلمه شعر و شعور یک است. اما برای شاعر شدن اینها کفایه نمی کند. شاعر باید عیسی برین، بابا صاحب، بیدل برین، حافظ برین، در هر مورد شعرهای خوب گفته تواند. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 111. از شرح و توضیح معنی و مضمون جمله های بالای سید مراد خواجه مشاهده کردن ممکن است که او نسبت به بعض منقدان با استعداد در بین شاعر و ناظم تفاوت عظیم و جدی را می دیده است. سید مراد خواجه علل خصوص پیش از همه با شعور، با تفکر، با عقل و خرد، با ذهن و ذکاوت، با مضمون و مندرجه، با غایه و جهانبینی سخت پیوسته بودن و رابطه داشتن شعر را خیلی روشن درک کرده، پس از آن در شعر موجودیت احتراسات، احساسات، تأثرات، ادراک، فراست، تصورات و امثال آنها را می گذارد. ناظمان باشند، وزن و قافیه می بافند و به خصوصیت‌های شکلی خشک و خالی دقت می‌دهند که چنین نظم کنندگان را هیچگاه شاعر شماریدن ممکن نیست. عینی همین گونه فکرهای پدرش را هنوز در آخری سالهای 30 در مختصری ترجمه حال خودم آورده بود که بعدها آنها را در یادداشت‌هایش وسیع بیان کرده است. سید مراد خواجه به صدرالدین نورس غیر از 2 بیتی در بالا آورده شعر تاریخ دارش باز دیگر شعر نگفتنش را خبر نداده باشد هم به او تأکید کنان گفته است: تو کوشش کنی و چیزی بسیار خوانی، شاعر می شوی. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 1، صفحه 13. یعنی او
نه به ناظم شوی بلکه به شاعر شوی پسرش باوری داشته است. این قبیل صحبت‌های پدر با پسر دایر به مسئله‌های ادبیات و صنعت از جمله شعر و شاعری، شعرخوانی و شعریات کنی و شعرنویسی محبت صدرالدین خردسال را به کارهای ایجادی زیادتر می نمودند. خود عینی ماهیت آنگونه ملاقات‌ها را راجع به این مسئله‌ها در مثال بالا به طور ذیل جمع‌بست کرده است. این مصاحبه در حیات من، در حیات ادبی و هم در حیات کاردوستی من بسیار تأثیری کلان کرد. من از اول زیادتر به شعرخوانی و شعریات کنی شغل کردم و در این ضمن سوادم هم برآمد. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 1، صفحه 13. همین طور از این قبیل صحبت و سخنان فایده‌ناک و سودبخش پدرش یکمین بار به عینی معلوم می گردد که هر یک قافیه ساز و قافیه باف، ناظم شعر دوست و شعر پرور و کسی یک دو بیت گفته را شاعر شماریدن ممکن نیست. به قول سید مراد خواجه، شاعر عیسی مخدوم، بابا سایب، بیدیل، حافظ بر این شخصانی با استعدادترین حساب می یابند که شعرهای خوب گفته می توانستند و می توانند و عقل و تفکر و شعور و دل سامعان و خوانندگان را تسخیر نموده با آنها غذای بلند بدیعی و استتیکی می بخشیدند و می بخشند و به آدمان زیبایی حقیقی زندگانی انسانی را تلقین می کردند و تلقین می کنند. در برابر این از فکرهای فوق سید مراد خواجه باز یک حقیقت دیگری واقعی و تاریخی و ادبی و بدیعی روشن و معلوم می گردد. یعنی او در بهادهی به بیت و غزل و یا به ایجادیات این و یا آن شاعر در نزد پسرش صدرالدین همچون نخستین منقد ادبی نمایان می گردد. گذشته از آن سید مراد خواجه درباره کی بودن این و یا آن شاعر شرح حال، چگونگی شعری او، تفاوت بیت شعرهای خوب و بد، بلند صنعتی و پس صفتی آنها و امثال آنها به پسرش همچون منقد معلومات خیلی ساده و واضح و صحیح و درست می دهد. مثلا هنگامی که صدرالدین خردسال از پدرش به سوال خود در زمان ما غیر از عیسی شاعر هست، نام یکی از شاعران خوبی زمان ما قاضی غجدوان عبدالواحد صدری سریر را می شنود. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 111. عینی افسوس می خورد که در سال 1880 به صحبت او مشرف گردیده از او التفات دیده باشد هم در آن وقت شاعر بودن او را نمیدانسته است و از شاعر بودن او هم بیخبر بوده است. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 111. همین طور با تربیه و تعلیم پدر در عقل و شعور و در دل صدرالدین خردسال علنگه و شعله شاعر شدن، فکری شاعر شده توانستن و یا شاعر شده نتوانستن و به این سؤال درونی خود از پدرش جواب گرفتن پیدا می گردد. صدرالدین 11 ساله به این سؤال خود از او
چنین پاسخ می گیرد: شاعر شدنت ممکن است، لیکن برای این شعرهای شاعران کلان را بسیارتر خواندنت، یاد کردنت و نوشته گرفتنت و با شاعرهای کلان هم صحبت شده از آنها آموختنت لازم است. حالا که تو خردسال هستی، وظیفه تو درس خواندن، شعر خواندن، شعر یاد کردن و شعر نوشته گرفتن است. حالا به فکر شعرگویی خود را آواره نکن. صدرالدین عینی، کلیات جلد 6، صفحه 112. چنان که دیده می شود، از دوره‌های طفولیت و شباب در بین پدر سید مراد خواجه و پسر صدرالدین در مسئله‌های ایجادی بدیعی، معامله و مناسبت‌های نیک دوستانه صمیمی به وجود آمده بودند. همه آن صحبت و مصلحت‌های پدر و نصیحت و اندرزهای او به پسر در راه حل و گشایش بسیار مسئله و معماهای هر روزه زندگی، از جمله راجع به راه و اصولهای علم و صنعت و ادبیات دوستی، تعلیم و تربیه، مهنت دوستی، آدم و آدمگری و آدم شناسی و جهان فهمی و امثال آنها به او مددگاری مهمترین گردیده بودند. حتی جوابی فوق سید مراد خواجه درباره در آینده شاعر شده توانستن و یا نتوانستن پسرش چنان پرمضمون، دقیق، واضح و با تفصیل و مفهوم می باشد و او این فکرش را به صدرالدین چنان مهربانانه و عمیق و روشن بیان کرده است که چنین بیانات و گپزنی ها و پاسخهای او برای این بچه خردسال وظیفه برنامه آینده هم زندگانیش و هم ایجادیش را ادا نمودند. در حقیقت سید مراد خواجه درست تاکید کرده است که هر یک ایجادکار، یعنی شاعر شونده، وظیفه دار است که پیش از همه تعلیم علم و معرفت گیرد، شعرهای شاعران کلان، ادیبان معروف و مشهور گذشته و حاضره خلق خود و دیگر خلقها را بسیارتر هم خواند، هم نوشته گیرد، هم از یاد کند و هم آموزد و به شکل و مضمون و غایه آنها سرفهم رود. بعد هر یک شاعری نو قلم هم با شاعرانی با تجربه، شاعرانی کلان ملاقات نماید، هم صحبت کند، هم از تجربه ایجادی آنها بهره بردار شود و هم اصول و رویه و اسلوب و طرز بیان آنها را همه جانبه آموزد. از روی تأکید سید مراد خواجه برای اجرای این مقصدها هر یک جوانی میل به ایجاد شعر داشته باید در مکتب نقص تحصیل کند، بسیار مطالعه نماید و هیچگاه شعر خواندن، شعر یاد کردن و شعرهای بعضی دیگران را برای خود روبردار کردن را از خاطر نبراند. شما گفتاری 12 را از روی کتابی ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875 1899 در قرائت عبدالرشید خوجمکولов شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.